برش ما اینجا هرچی بخوایم درست بکنیم معمولا از محصولات خودمون استفاده میکنیم، مگر اینکه اون محصول نداشته باشیم. ما نخود، لوبیا، انگور، کدو، بادمجون، گوجه و کلی میوه مثل آلبالو، زردالو، گیلاس، اینا همه رو خودمون داریم و معمولا برای خریدای مثل برنج و روغن مجبوریم که بریم به شهر. و ببینید چه کدوی تازه و خوشمزه و ارگانیک اینجا داریم. بوتهای باقالا هستند و سیب زمینی هم کاشتیم، سیر هم کاشتیم، فلفل. خلاصه که ما اینجا همه چی داریم، بلال، انجیر، عسل. این برنامه‌ای که من برای اقامتگاه گذاشتم خیلی تو ذهنمه که یه جای خیلی با صفا و بومی براتون آماده کنم که بیاین و از این فضا خیلی لذت ببریم و یه مدت از فضای شهر دور باشیم. ببین که چه خیارای تازه‌ای داده، یعنی انقدر طعم اینا خوشمزه است هر چی بگم کم گفتم، مگر اینکه خودتون بیاین و تستش بکنین. انشالله در مورد اقامتگاه هم باهاتون میخوام هم صحبت کنم هم در موردش باهاتون مشورت بکنم. این هم که برگ انگور من دارم میچینم برای دلمه استفاده میکنیم. برگای تازه، ببینید چه برگای تازه و روغنی، ببینید چقدر براق و شادابن. این برگ‌های تازه و خوشمزه میره که شسته بشه و یه دلمه خوشمزه باش آماده کنیم. اینجا معمولا برگ‌های تازه ما رو میچینن و فریز میکنن و برای بقیه فصل هم میتونیم که ما دلمه داشته باشیم. ما دلمه رو اینجا با بخوام طرز تهیه‌شو بهتون الان بگم، اینطوریه که لپه و برنج و ماش و عدس رو ما توی شیر خیس میکنیم، یه 24 ساعت توی شیر میمونه و کشمش، مغز گردو چرخ شده، ازم به حضورتون که شیوید خشک، برگ پیاز خوش شده، دیگه یادم نمیاد. بله همینا رو بعد از این 24 ساعت تو شیر خیس خورد یه 10 دقیقه هم میجوشونیم، نیم پزش میکنیم، کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم. فکر کنم تو پوستر قبلی گذاشتم براتون. کل مواد رو مخلوط میکنیم و داخل این برگ ها میپیچیم و میذاریم که دم بکشه. بعد از پختش هم شهد یه سریا با شیره میخورن، یه سریا با شهد درست میکنن با شکر و آب و گلاب و یک سریا هم با عسل میخورن که ما معمولا با عسل میخوریم دلمه رو اینجا. و توی دلمه‌مون از گوشت استفاده نمیکنیم چون دوست نداریم، یعنی اصلا از گوشت استفاده نمیکنیم. درختای گردو امسال زیاد بار نگرفته به دلیل سرمایه که اومد. ببینید این گردو همونه. آخه چه بوی تند و خوبی هم داره، من عاشق بوی گردو هم. گردوهای خیلی با کیفیت و خوبیه که انشالله آینده توی اقامتگاه
خواهیم فروخت. چه سبز چه خوش. و این هم یه تعدادی از کندوهامونه که دارن برامون عسل میارن زنبورا. خلاصه زندگی اینجا خیلی قشنگه. من تجربه زندگی توی شهر رو هم داشتم، اما اینجا واقعا حالم خوبه، حال خودم، روحیم، حال پوستم اصلا خیلی فرق میکنه. اصلا دو تا سبک زندگی خیلی متفاوته. برای همین خیلی دوست دارم که شما هم تجربه کنید و اینطور شد که تصمیم گرفتم اقامتگاه رو راهش بندازم. و این هم گوجه هستن تا آخر زدیم. خلاصه کل محصولاتی ما اینجا داریم همه ارگانیکه و تولید خودمونو بسیار خوش‌طعم و با کیفیته. و این هم ویو زمینای کشاورزی ما. امروز تصمیم گرفتم که یه دونه اجاق درست کنم برای زمین بالا، همونجا که قرار اقامتگاه داشته باشیم، چون که وقتی میخوام اونجا بریم کار کنم و به درخت بزنیم و رسیدگی بکنیم و اینا، یه چای دم بکنیم، غذای اونجا درست بکنم و خیلی لذت بخشه. و اینجا جایی که قراره برای شما یه اقامتگاه بسازیم. دقیقاً دور تا دور اینجا رو کوهستان، یعنی کوه احاطه کرده. انقدر اینجا بکر و طبیعیه و انقدر هنوز دست نخورده است که حتی این خیابونش آسفالت نیست، خاکیه. میبینی؟ و این موقع که میشه گله هامون از کوه و از چرا برمیگردن. من کیفیت دوربین و گوشیم زیاد خوب نیست، هم نمیتونم. مثلا تو این کوه ها پر از گوسفنده، ولی چون کیفیت نداره گوشیم نمیتونم زوم کنم که بهتون نشون بدم. یا صدای زنگوله هاشون داره میاد، اما خب متاسفانه فکر نمیکنم ضبط بشه صداش توی گوشی من. خلاصه با کلی عشق و امید میخوام یه فضایی آماده کنم که بیاین یک دو شب بمونین، لذت ببرین و عاشق اینجا میشین. انقدر الان نسیم خنکی میاد و انقدر خنک و خوبه که حد نداره. این طرف کل روستا، یعنی در واقع زیر پای اینجا میشه. یه گنبد اینجا هست، من کم زوم کنم. این گنبد، این مقبره یه عارف بوده به اسم بابا افضل‌الدین مرغی، یه پادشاه همونجا خاکی که من تو ویدیو بعدی حتما بهتون نشون دادم، معرفیش میکنم. زمانهای قدیمتر زمان قدیمتر یه مسیری بوده به اسم مسیر ابریشم که از اینجا با کاروان شتر و الاغ محصولاتشون رو به روستای بعدی و قبلی جابجا میکردن. و عرضم به خدمتتون که یه فلسفه خیلی قشنگ تاریخی پشت اینجا هست که من توی ویدیو کامل با تسلط بیشتر تمرکز کنم روش و براتون کل ماجرا رو تعریف کنم. یه گروهی حمله میکنن و کل مردم روستا از این سمت فرار میکنن و میرن بین اون کوه‌ها. یه جایی هست به اسم ییلاق زمین بهش میگن، یه جای خیلی خفن و با صفایه و مدت‌ها اونجا از دست مثلا این راهزنا و این گروه غارتگری که به روستا حمله کردن فرار میکنن. در واقع اینجا مسلمان نشین نبودن و بهشون میگن گبری و قبرستونشون هم هست موجوده تو روستا که قبرستان گبری ها معروفه. خلاصه خیلی داستان جالبی داره. من خیلی عاشق تاریخم و خیلی اینجا رو دوست دارم و خیلی دوستم که شما بیاین از این فضا استفاده کنین.
یه ویدیو براتون گرفتم خیلی تونتون و هولی. ببین چه آسمون اینجا تمیز و قشنگه و انقدر اینجا یعنی به سقف آسمون نزدیکی که احساس میکنه که رسما اکسیژن خالص دارین استشمام میکنین. میبینمتون تو ویدیو بعدی. اگه دوست داشتین سابسکرایب بهتون نره. ممنون که دنبال میکنین.